حضرت عبدالله ابن عوف می فرماید من یک شب خواب دیدم که قیامت قائم شده است، برای حساب و کتاب آوردن مرا و حساب و کتابم را بسیار به آسانی گرفته شد و مرا داخل جنت کردند. در جنت برای من بسیار قصر و ایوانها نشان دادند و مرا گفتند که دروازه های این قصر را حساب کن. من حساب کردم، 50 دروازه بود. باز گفتند خانه های این قصر را حساب کن. من حساب کردم، 175 خانه بود و این قصر را برای من دادند. من خیلی زیاد خوشحال شدم. وقتی که بیدار شدم شکر الله را گفتم و هنگامی که صبح شد من نزد ابن سیرین رفتم و خوابم را نقل کردم و او گفت یقینا شما آیت الکرسی را زیاد تلاوت میکنید. من گفتم بله همین طور هست، اما شما از کجا فهمیدید؟ گفت برای اینکه در این آیت 50 کلمه است و 175 حروف است. من را تعجب زد در تیزی ذهن او و مرا گفتند کسی که آیت الکرسی را زیاد تلاوت کند از سختی جان کندن نجات حاصل می کند، زیرا اینکه آیت الکرسی نور آسمانی است و یکی از آیت خزینه های عرش الله است. آیت الکرسی در سفر باعث سلامتی می باشد. آیت الکرسی پادشاه آیت های قرآنی است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آیت الکرسی را پیش از خواب تلاوت می کردند. نام ها و درجات جنت گرفته شده از آیت های قرآن. یکم جنت الفردوس، دوم جنت دار المقام، سیوم جنت دار السلام، چهارم جنت دار القرار، پنجم جنت دار الخلد، ششم جنت دار العدل، هفتم جنت النعیم، هشتم جنت المأوى. الله مهربان همه ما و شما را داخل جنت گرداند بدون حساب. آمین. در جنت 6 چیز نیست. مفهوم حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم است که در جنت همه چیز هست مگر 6 چیز نیست. یکم در جنت موت یعنی مرگ نیست. دوم در جنت خواب نیست یعنی خواب رفتن نیست. سیوم در جنت نجاست نیست یعنی جنت جای پاک است. چهارم در جنت حسد نیست. پنجم در جنت پیری نیست یعنی پیر شدن نیست. ششم در جنت ریش نیست، انسانها همیشه جوان میمانند. این ویدیو را نشر کنید، شاید که به سبب یک نشر شما در دل کسی تأثیر کند و در ثواب شریک شوید.